ببخشید خانم. خانم شما این؟ بله فرمایش. ببخشید شما اون خانمی نیستین که ته کوچه وایساده بود؟ یعنی چه؟ این چه حرفیه ته کوچه وایساده بود؟ یعنی چی؟ یعنی همونید که گفتید اگه دیر کنید بچه‌هاتون سفره لقمه میکنن؟ من کجام شبیه اونه؟ شما میشناسیدش؟ برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. برو. شما خودتونین، من مطمئنم. آقا برو تا شوهرم صدا نکردم ها. نه خب شاید خواهرتون بوده. کدوم خواهرم؟ بزرگه یا کوچیکه؟ والا قدش که اندازه شما بود. خودتون بودین، مطمئنم. ناصر چی شده؟ شما مال این خونه این که من بیجا کردم مال این خونم. من مال این خونم. نه شما راستشو بگید. مرد حسابی، من اگه مال این خونم اینجا چیکار میکنم؟ ولی شما خودتونین، من مطمئنم. آقا اشتباه گرفتیم، بفرمایید. چی بفرمایید؟ پولمو بدید برم. پولتو که بهت دادم. بله منم که پولمو دادم. دیدید خودتونین، من مطمئن بودم. لابد شما اونایی نیستید که من دیدم. نه آقا حساب اینا رو با ما خاطی نکنه. اینا همونا. ما اون دو تا اونایی نیستیم که شما فکر میکنی. نگیره بابا، یکی بیا جواب این تلفن رو بده. بله خانم اومدم. اصلا به من چه؟ پولم الان دید برم.